سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرامرزم و اینجا کانال طرف موزیسین هنریه، نمیدونه واسه کادو تولدش و یا اصلا خوشحال کردنش چی براش بخری. امروز با همدیگه میخوایم چیزهایی رو که بچه‌های هنری و موزیسین خوشحالشون میکنه رو با همدیگه بررسی کنیم و پیشنهاد بدیم. پس قبل از اینکه بریم به ادامه ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا انگیزه باشه واسه ویدیوهای حرفه‌ای تر. بریم به ادامه ویدیو. قبل از هر چیزی بگم این گزینه هایی که داره گفته میشه بیشترش نظر شخصی منه که دارم بهتون پیشنهاد میدم و این نباشه که مثلا یه دونه از گزینه ها رو من بگم این چیه بابا، مثلا به درد نمیخوره. نه، اینو نظر شخصی منه که میتونم بهتون پیشنهاد بدم. اولین گزینه خود سازیه که اون موزیسین یا اون فردی که بهش علاقه داره شما میتونید با تهیه کردن و خریدنش اون فرد رو خوشحال کنید. فکر بکنید یه نفری مثلا به گیتار یا مثلا به ویولون، تنبک، سنتور، هر چیزی علاقه داره و سالهاست که توی ذهنش بوده این کلاس رو یا این ساز رو داشته باشه و شما با خریدنش چقدر خوشحالش میکنید. و اینم بگم حتی بچه‌های موزیسین حتی اگر 10 تا از اون ساز هم داشته باشن و باز شما یه ساز جدید براش تهیه بکنید، مطمئن باشید که به شدت خوشحالشون میکنید. دومین گزینه اکسسوریز های مختلف مربوط به هنری و موزیسینی، مثل این گوشواره ها، مثل این لیوان، تیشرت و یا ساعت و یا هر چیزی که شما اگر یه مقداری زمان و وقت و هزینه بذارید میتونید هدیه های جذابی رو برای طرف مقابل تهیه کنید. گزینه سوم به نظر من یه گزینه استراتژیک و خیلی خوبه، هارمونیکا یا سازدهنی. فکر بکنید یه زمانی اون نفری که دوستش دارید براش یه هارمونیکا خریدین و مثلا در یه دشتی، جنگلی، کنار دریایی خیلی راحت میتونه از جیبش، از کولش در بیاره و یه ملودی حتی خیلی کوچیک رو بزنه، بنوازه و به شدت اطرافیانش لذت میبرن. وقتی که اطرافیان لذت ببره طبیعتا خود اون نوازنده و حتی اگر تنها هم باشه برای دل خودش بزنه خیلی میتونه حالش رو خوب بکنه. گزینه بعدی یه مقداری به نظر من میتونه برای خانوم‌ها و دخترها باشه، جعبه موزیکال. به نظر من این یه مقداری میتونه، چون رمانتیک تر و احساسی تر هست، میتونه برای دخترها گزینه خوبی باشه. البته به این معنی نیست که برای پسر نمیتونیم تهیه بکنیم، نه، برای اونها هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی از نظر من یه مقداری بحث رمانتیک تر و احساسی تر داره که برای دخترها شاید جذاب تر باشه. البته همونم باید سعی بکنی یه مقداری وقت بذارید، یه جعبه موزیکال همچین خوشگلتر و حرفه‌ای تری بگیرید که برای طرف یه خاطره قشنگ بسازه. گزینه بعدی چیزیه که در کشور ما یه چند سالی خیلی باب شده، کالیمبا و چنگ رومی. این دوتا گزینه، مخصوصا کالیمبا، در این سالهای اخیر دیگه خود ایرانی ها هم شروع کردن به تولید کردنش و خیلی باب شده و خیلی زیاده و اونم مثل سازدهنی میتونه، چون حجم خیلی کم و کوچیکی داره، میتونه طرف رو خیلی خوشحال بکنه. اما گزینه بعدی یک وسیله‌ایه که به شدت استراتژیک و مهمه. هرچند که الان دیگه نرم افزارها و اپلیکیشن ها کارشو خیلی ساده کردن، ولی به نظر من داشتن یک مترونوم برای کسی که موزیک کار میکنه اولا که حیاتیه، به شدت لازمه. دوما داشتنش به صورت مکانیکی میتونه هم جنبه دکوری داشته باشه و هم جنبه حرفه‌ای و موزیسیانی که ازش استفاده کنه. گزینه بعدی اکسسوریز های خود اون سازیه که طرف مینوازه یا دوستش داره. مثلا برای ویولون میتونیم کلیفون یا آرشه اون ساز رو تهیه بکنیم. برای گیتار مثلا میتونیم پیک
یا کاپوی ساز رو تهیه بکنیم و فکر میکنم همه سازها یه سری لوازم جانبی دارن برای طرفی که داره موزیک کار میکنه و ساز میزنه. میتونه یه سری گزینه ها وجود داشته باشه که طرف رو خوشحال بکنه و خیلی گزینه های دیگه که من چند تاش رو الان به شما پیشنهاد دادم و راهنمایی کردم و مطمئنا خودتون هم میتونید خیلی از گزینه ها رو پیدا بکنید و طرف مقابلتون رو خوشحال بکنید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید و تونسته باشیم یه سری پیشنهادات خوب برای زمانهای ضروری شما داده باشیم. تا ویدیوی بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی